تا اینکه فهمیدم باید از حالت مصرف کننده محتوا در بیام و بشم پردازشگر محتوا. فکر کن ماها یا سالهاست که داری زبان میخونی ولی هنوز موقع حرف زدن توپق میزنی. کلی لغت خوندی ولی توی جمله نمیتونی ازشون استفاده کنی. یا وقتی که فیلم انگلیسی میبینی، آهنگ انگلیسی گوش میدی، هیچی ازش نمیفهمی. اگه اینا برات آشناست بدون که تنها نیستی. خیلی از زبان آموزا مثل تو هستن. حتی خود منم اینجوری بودم. منم اون روزا رو گذروندم. ولی یه نقطه‌ای رسید که تصمیم گرفتم دیگه الکی زبان نخونم. شروع کردم به استفاده از چند تا تکنیک خیلی ساده ولی واقعاً مؤثر که همه چی رو برام عوض کرد. تو این ویدیو دقیقاً قراره همون 5 تا تکنیکی رو بهت بگم که باعث شدن از سطح خیلی مبتدی برسم به جایی که راحت بتونم بخونم، حرف بزنم، بنویسم و حتی آموزش بدم. هیچ کدومشون شعار نیستن و خودم همشون رو امتحان کردم با آزمون و خطا. اگه واقعاً دنبال یه مسیر درست و مؤثر برای یادگیری زبان انگلیسی هستی تا آخر ویدیو رو حتما همراه من باش. قول میدم این ویدیو خیلی بهت کمک میکنه. تکنیک اول، یادگیری فعال، Active Learning. بذار یه چیزی رو خیلی رک بهت بگم. دیدن فیلم و سریال اگه فقط بهشون نگاه کنی هیچ کاری برات نمیکنه، هیچ کمکی بهت نمیکنه. من ماها سریال دیدم، زیرنویس انگلیسی گذاشتم ولی واقعا عملا هیچی تغییر نکرد تا اینکه فهمیدم باید از حالت مصرف کننده محتوا در بیام و بشم پردازشگر محتوا. حالا این یعنی چی؟ یعنی مثلا یه صحنه از سریال رو که دیدی، مثلا سریال فرندز، همون لحظه پاز بزن، یه جمله رو انتخاب کن، با صدای بلند تکرارش کن. اگه توش لغت یا اصطلاح جدیدی بود حتما همون لحظه بنویسش و باهاش یه جمله بساز. حتی میتونی صدای خودتو ضبط کنی و با اون بازیگر مقایسه کنی. ببین در کل همش خودتو درگیر کن. هرچی فعالتر یاد بگیری مغزت بهتر کلمات رو ذخیره میکنه. پس نکته خیلی خیلی مهم اینه که همش در معرض زبان باش و یادگیریت رو فعال کن، خودتو درگیر کن. تکنیک بعدی، مرور با فاصله، Spaced Repetition. یادم میاد که اوایل یادگیریم کلی لغت می نوشتم، یه هفته بعد نصفش یادم رفته بود. تا اینکه با روش Spaced Repetition آشنا شدم. ببین یه سیستم مرور هوشمنده که مغزتو به کار میگیره. مثلا چجوری شرایطش؟ ببین فکر کن یه لغتی رو یاد گرفتی، مثلا لغت hesitate رو ما در نظر بگیریم. میای این لغت رو فردا مرور میکنی، بعد یه چند روز فاصله میندازی، میای 3 روز بعد مرور میکنی دوباره، بعد بیشترش میکنی 1 هفته بعد، 1 ماه بعد. ببین هر بار که داری مرور و تمرینش میکنی فاصله رو زیادتر میکنی و هر باری که داری توی ذهنت معنی این کلمه رو به یاد میاری مغزت میفهمه که این اطلاعات مهمه و باید ببره به حافظه بلند مدت. خب اون موقع که من شروع کرده بودم زبان رو اینقدر اپلیکیشن های مختلف نبود حقیقتش. من رو کاغذ می نوشتم معمولا یا یه دفترچه‌ای داشتم واسه خودم، ولی الان خیلی اپ‌های خوب هست. مثلا میتونی از اپ انکی یا کویزلت برای این کار استفاده کنی یا حتی فلش کارت برای خودت درست کنی. اگه خواستی فلش کارت درست کنی فقط اینو بدون که نباید لغت محور باشن، سعی کن جمله توش بنویسی. مثلا اگه لغت hesitate رو یاد گرفتی حتما زیرش یه جمله‌ای هم باهاش مثال بزن. تکنیک بعدی که بارها راجبش صحبت کردم شادوینگه، تقلید صدا و لهجه. بچه‌ها این تکنیک اینقدر روی اسپیکینگ تأثیر میذاره که واقعا باورتون نمیشه. خب حالا شادوینگ یعنی چی؟ چه جوریه؟ شادوینگ یعنی دقیقاً پشت سر گوینده اون، حالا میتونه بازیگر فیلم باشه یا کسی که داره پادکست رو اجرا میکنه، یعنی دقیقاً پشت سرش بیای با همون صدا، با همون لهجه، با همون ریتم اون جمله رو دوباره بیان کنی. برای زبان آموزایی که سطحشون مبتدیه این کار یه خورده ممکنه سخت باشه. واسه همین من معمولا پیشنهاد میکنم که اوایل اگه سطحتون پایینه
جمله به جمله اگر ویدیو یا یه پادکستی رو گوش میدین پاز بزنین، بعد از اون سعی کنین تکرار کنین. اما به مرور زمان که براتون راحت تر میشه دیگه میتونین همزمان با اون گوینده جمله رو از حفظ تکرار کنین. نکته خیلی خیلی مهم تو این تکنیک اینه که باید سعی کنین نحوه استرس کلمات، آهنگ جمله، بالا پایین رفتنهای تون صدا، همه اینا رو موقع تکرار تقلید کنین. من خودم اول با پادکست شروع کردم، بعد رفتم سراغ سریال ها. خب اگه بپرسین برام سخت بود یا نه، آره واقعا سخت بود، اما بعد از 1-2 ماه همه به من میگفتن که خیلی لهجت بهتر شده. بچه‌ها سعی کنین حتما صدای خودتون رو ضبط کنین و بهش بارها گوش بدین، چون فقط اینجوریه که باعث میشه بتونین ضعفاتون رو دقیق تشخیص بدین. یه فایل رو چندین و چند بار تکرار و تمرین کن. بار اول فقط گوش بده، بعد بیا پاز بزن پشتش تکرار کن، بعدش سعی کن همزمان باهاش تکرار کنی. تکنیک بعدی خلاصه نویسی به انگلیسیه. اگه میخوای دایره لغاتت رو بالا ببری، گرامرت قوی بشه و نوشتن رو هم یاد بگیری، خلاصه نویسی رو خیلی جدی بگیر. هر چیزی رو که یاد گرفتی در حد چند خط خلاصه کن. مثلا یه قسمت از یه فیلم رو دیدی، بیا خلاصش رو واسه خودت بنویس. یه پادکست گوش دادی، نکات مهمش رو خلاصه کن و بنویس. یه درس خوندی، مثلا اومدی یه گرامر جدید یاد گرفتی یا یه موضوع جدید رو یاد گرفتی، بیا به زبون خودت بازنویسیش کن. این کار چند تا مزیت خیلی خوب داره. اول از همه این که مغزت یاد میگیره مطالب رو سازماندهی کنه. دایره لغاتت فعال میشه، نه فقط این که به صورت پسیو تو ذهنت باشه، و به شکل ناخودآگاه داری گرامر رو تمرین میکنی. من واسه این کار یادمه که یه دفترچه یادداشتی داشتم فقط برای خلاصه نویسی ها. هفته یه بار برمیگشتم همه رو مرور میکردم. حتی یادم یه کار دیگه هم که میکردم این بود، تمام این خلاصه ها رو دوباره میمدم میگفتم و صدای خودم رو ضبط میکردم و بعدم بهش گوش میدادم. تکنیک بعدی حرف زدن با خودت، سلف تاک. این یکی شاید عجیب به نظر برسه ولی واقعا یکی از مؤثرترین تکنیک هاست. ببین موقعی که کسی رو برای تمرین اسپیکینگ نداری، خودت بهترین گزینه ای. البته الان دیگه خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده، میتونی از هوش مصنوعی های مختلف به عنوان پارتنر استفاده کنی مثل چت جی پی تی، ولی زمان من واقعا اینجوری نبود. حالا من چیکار میکردم؟ من معمولا میرفتم جلو آینه یا حتی یه جا مینشستم و واسه خودم یه موضوعی انتخاب میکردم، مثلا میگفتم okay, describe your favorite city. بعد شروع میکردم حرف زدن، نه خیلی رسمی ها، مثل حرف زدن با یه دوست به صورت everyday conversation. اولش واقعا سخته، بعضی اوقات مغز آدم قفل میشه، کلمات یادت نمیاد، ولی هر چی تمرین بیشتر بشه و یه مقدار زمان بگذره خیلی برات راحت تر میشه. یه نکته خیلی مهم اینه که سعی کن مکالمه فرضی بسازی برای خودت. مثلا تصور کن یه توریستی اومده تو کشورت، تو باید به عنوان لیدر این باشی، ببریش این بر اون بر جاهای مختلف رو بهش نشون بدی، ببری رستوران، مثلا اون شخص بخواد تو رستوران یه غذایی سفارش بده، تو باید بتونی اون غذا رو براش توضیح بدی که از چه چیزایی درست شده، قیمتش چنده. از همیشه خودتو تو اینجور موقعیت قرار بده. بهت قول میدم بعد یه مدت حتی تو ذهنتم با خودت انگلیسی حرف میزنی. این 5 تا تکنیک تمام چیزایی بود که واقعا با تجربه خودم مسیر یادگیری زبان رو متحول کرد. ولی نکته مهم اینه که باید بهشون پایبند بمونی. فکر نکن با 1 هفته 2 هفته تمرین میتونی به نتیجه دلخواهت برسی. استمرار مهمترین چیزه. یاد گرفتن زبان دقیقاً مثل پرورش عضلاتته. ببین یه روزه اتفاق نمیافته، ولی اگه مسیرت درست باشه نتیجهش فوق‌العاده است. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودی. حتما توی کامنت ها برام بنویس کدوم تکنیک برات جدید بود، کدومش رو میخوای از همین امروز شروع کنی، یا اصلا خودت چه تجربه‌ای توی یادگیری زبان داشتی تا حالا.
اگه دوست داری از ویدیوهای بعدی منم با خبر بشی، حتما لطفاً کانال من رو سابسکرایب کن، ویدیوها رو لایک کن و برای دوستاتم بفرست.